سلام، من مسعود تاشور، مشاور تنظیم قرارداد. شماره موبایل من 0912 324 0295 با بیش از 35 سال سابقه در طراحی و بهره برداری صنعتی در پتروشیمی هستم. مقدمه در خصوص مهندسی پایه و تفصیلی عرض میکنم. در قرارداد مهندسی پایه تفصیلی حتما نسخه فارسی معادل و هم ارزش نسخه لاتین منظور شود. در غیر این صورت باید مترجم مسلط و خبره، منظور از مترجم اکسپرت، توانا، یعنی بالاتر از مسلط به زبان و اطلاع در خصوص قرارداد داشته باشه. اگر خرید مهندسی پایه صورت میگیرد، حتما در زمان مهندسی تفصیلی با فروشنده مهندسی پایه توافق بشه تا در صورت تضادها در مهندسی تفصیلی با پایه اصلاحات صورت بگیره. در صورت اجرای کار بلافاصله پس از مهندسی تفصیلی میباید درصدی از آن موکول به زمان اجرای پروژه در نظر گرفته شه یا تضامینی برای تغییر احتمالی در حین اجرای کار در نظر گرفته شه. اگر بازنگری در واحدهای عملیاتی به منظور بروزرسانی، منظور مثلا مصرف خوراک و سرویس‌های جانبی کمتر، تولید کمی و کیفی بهتر مورد نظر باشه، باید حتما شروع مهندسی پایه تفصیلی 2 مرتبه از اول مد نظر قرار بگیره. در هنگام انعقاد قرارداد میباید یک تیم کامل مهندسی شامل همه دیسیپلین ها در جلسات حضور داشته باشند. در انجام مهندسی پایه تفصیلی باید محدوده واحد پروسسی و بخش‌های بسته‌بندی محصول و تهیه کامل مدارک در نظر گرفته شود. در انجام مهندسی پایه تفصیلی باید برای کلیه تجهیزات، اتصالات، سرویس‌های جانبی، آفساید، آزمایشگاه‌ها، تجهیزات مربوطه، سیلو محصول، تصفیه پسابه صنعتی در صورت نیاز در نظر گرفته باشد. باید کلیه تأسیسات روشنایی، سیستم اطفاء حریق و آتش نشانی و از این دست مورد نیاز ساختمان‌های سایت، طراحی سیویل و معماری، اینها همه باید در نظر گرفته باشد. باید برق مجتمع شامل ترانس‌ها، تابلو توزیع، روشنایی و نیز ابزار دقیق در نظر گرفته شد. باید تهیه دستورالعمل پیش‌راه‌اندازی، راه‌اندازی رو مد نظر قرار داد. آماده سازی محوطه طرح گسترش آینده در نظر گرفته شه. مثلا فضای ترانس‌ها که به صورت مرکزی در نظر گرفته شه. حتما سیستم جمع‌آوری آب‌های سطحی و پساب‌ها شامل لوله‌های زیرزمینی و روی زمین لحاظ شه. میباید تهیه مدارک مورد نیاز مهندسی خرید، همچنین مهندسی خرید به همراه پشتیبانی فنی خط تولید با ظرفیت اسمی و ظرفیت عملیاتی در سال بر اساس شهر کار و سایر مدارک پیوست منظور شه. ارائه خدمات پشتیبانی مهندسی کارگاهی حسب نیاز مورد نظر باشه. در ویدیوهای آتی در خصوص هر یک از بندها و ارکان اصلی بند قرارداد به تفکیک صحبت خواهم کرد.